3 ماه تمام 2 شیفت کار کردم که گوشی مورد علاقه شو واسش بخرم. روزی که گوشی رو بهش دادم خیلی خوشحال شد. بهش گفتم آره دیگه به ما محل نمیدی، نکنه داری با اون یکی دوست دختره چت میکنی. خندید گفت آره از کجا فهمیدی؟ دوتایی خندیدیم، شوخی بود دیگه. شوخی جدی شد. بهش گفتم چرا به من دروغ گفتی؟ میدونید در من چی گفت؟ گفت من به تو دروغ نگفتم، خودت نخواستی که باور کنی. هیچ وقت توی زندگیتون